این کلمه رو نگاه کنیم ببینین. اولا تیش خونده نمیشه، نگیم مورتگیج، باید بگیم مورگیج. مورگیج یعنی چی؟ یعنی وام خرید خونه. خب چه فعلی باش میاد که به معنی وام گرفتن هست؟ میتونیم باش فعل فریزال take out استفاده کنیم. take out mortgage یعنی چی؟ وام خرید مسکن گرفتن. حالا اگر این وام رو بخوایم پرداخت کنیم با چه فعلی میتونیم بگیم pay off؟ مثلا میگن که I have to pay off my mortgage monthly. به این شکل میتونیم استفاده کنیم. mortgage rates یعنی نرخ وامی که میگیریم و اون سودی که بهش تعلق میگیره. مثلا میتونیم بگیم که mortgage rates are set to rise again in the summer، یعنی نرخ‌های وام مسکن جوری ردیف شده که دوباره تو تابستون افزایشی میشه. این از این. حالا یه اصطلاحی هم داریم میگیم mortgage someone's future. یعنی چی؟ یعنی به آینده یکی لطمه بزنیم، باعث چی بشی؟ آیندهشو خدشه‌دار بکنیم. مثلا میگیم که most governments try nothing but to mortgage the nation's future. این یاد بگیرین. این چند تا که گفتم استفاده کنین، خیلی به دردتون میخوره.